مرحله هاوس پارتی میتونیم بریم که باید میرفتیم چند تا بالا سکن. و سلام و درود به شما دوستان گل، خوش اومد به یه ویدیو دیگه از چنل فارسی جی. امروز میخوام برای شما یک ایستر اگو از بازی GTA سن اندریاس بررسی کنیم و این ایستر اگ امروز مربوط میشه به خونه بیگ اسموک که ما چرا تو کاتسین ها و مراحل ها یا همون میشن به زمان خودمون به قول خودمون نمیتونیم ببینیم. قبل از هر چیزی از شما تقاضا دارم این ویدیو رو حتما لایک کنید، کامنت بذارید و چنلتون رو سابسکرایب کنید که من برای این ویدیوها دارم خیلی زننده کشم و از 7 جرز دارم پاره میشم. خدا وکیلی دارم میگم خیلی سخت ویدیو گذاشتن و ادیت کردن، مخصوصا گوشی. داشتم به شما میگفتم آره میتونید ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، چنل رو سابسکرایب کنید. حالا از بحثمون دور نشویم. حالا این خونه بیگ اسموک ما توی کاسین ها و مراحل ها فقط یه تیکه از اون گوشه خونه رو میتونیم ببینیم که اصلا داخل خونه نمیتونیم، فقط یه تیکه از راه خونه بیگ اسموک رو میتونیم ببینیم و کلن اصلا داخل خونه بیگ اسموک خیلی از پلیرها رو شک انداخته. البته کلن اصلا کلش راست، از جنگلش که NPC مرموز داخلش هست اینو بگیر تا استرگاه قاتل و قتل و چنین از جور داستانا زیاد داره که بعضشون واقعی هم ازشون هم نیستن. اگه میخوایم اونا رو برید برم حتما تو کامنت ها برامون بنویسید و تشکر ویژه میکنم از ایوب GTAش پرو و یادم رفت یکی حالا براتون تصویرشو میذارم و فکر کنم تاها Z4 بود، چه میدونم این داستانا بود با چند نفر دیگه، اسمشون رو ببخشید یادم نیست، الان براتون رو صفحه میذارم. تشکر میکنم از اینا که از من کلی حمایت ها رو ترکوندن، نمیشون گرم واقعا. از بحثمون دور نشیم. حالا امروز که قرار با چند روش به خونه بیگ اسموک بریم و خونه بیگ اسموک رو بررسی کنیم و این ایده رو دیدم خیلی از یوتیوبر رفتن، خیلی از یوتیوبر دارن بررسیش میکنن مثلا و خیلی از اپراتورها هم رفتن، مثلا کی بود اسمش کی بود خدایا نمیدونم یادم نیست و چندش رو براتون صفحه میذارم. فکر کنم نمیدونم یادم نیست، حالا برای شما چندش رو صفحه اشکان سانتا تو آپارات رفته بود و دیگه کی بود حالا یادم نیست. حالا قرار که بریم این خونه بیگ اسموک پلاستیک رو بررسی کنیم. خب از بحثمون دور نشیم، برعکس لایک هم یادتون نره این ویدیو رو. خب برعکس رسیدیم به خونه بیگ اسموک. خونه خیلی خونه عجیبیه، چراغاش هم مثل اینکه روشنه، حالا من اینا کار ندارم و میدونه چیز بسکتبال و اینجور استانا گراژ هم داخلش داره. حالا چرا داخل خونه بیگ اسموک نمیتونیم بریم؟ اگه شما ماشین دوستی و اگه بردارید داخل خونه بیگ اسموک میتونید، ولی میخوام چیزی بهتون ثابت کنم که خونه بیگ اسموک قرار نبوده از اول اینجا باشه. خونه بیگ اسموک قرار بوده از اول اینجوری نقشه باشه، یعنی دقیقا این باشه. اگه دقت کنید سازه هاش کلا مثل خونه بیگ اسموک، حتی این پنجره هاش، درش، این تیکش کلا فقط اون یه تیکه بالایش مثلث شده و ما میخوام این خونه بیگ اسموک رو بررسی کنیم. توی نسخه به جای GTA سن اندریاس فکر کنم گفتم نمیدونم قرار بوده این خونه بیگ اسموک بشه و خونه اورجینال قراره چیز دیگه باشه. یعنی شما پشماتون ریخت که این نیست ببندم این نیست بلکه اینه. خیلی هم به خونه بیگ اسموک میخوره و خیلی هم مکانش منطقیه. چرا؟ چون بیگ اسموک همش میخواست زیر کاراشو انجام بده، خونش خیلی منطقی بود که اینجا باشه. مثلا خونه رایدر، سی جی، سویت دقیقا این ستا کنار هم دیگه، ولی خونه بیگ اسموک همیشه از اینا دور بودن. مثلا کنم بیگ اسموک همیشه از این 3 نفر دور بوده که حالا بعدا میفهمیم که رایدر هم باشه خیانت کرده، ولی خب رایدر از همون اول قرار نبوده خیانت کنه که ویدیوشو دارم در حال ساخته، قرار بوده این خونه باشه. حالا ما هم چند روش مودها میتونیم وارد این خونه بشیم، ولی ما اگه وارد این خونه بشیم
میفهمیم که کلا اصلا اینجا هیچ سازه ای نیست. والا باریکلا. اصلا میفهمیم اینجا هیچ سازه ای نیست و کلا راکستار سرمونو گول مالیده. کم سخته با این کار کرد. میفهمیم که واقعا نه، این راکستار داخل اینو نساخت، چون همش خیلی چیزا رو برمیگرده عقب. من راکستار سرمون خود گول بمونه. پس ما فهمیدیم که داخل این خونه هیچ نیست. اگه اشتباه نکنم یه بار دیگه هم بخوش سر میزنم که مطمئنشیم. بله داخل اینجا هیچ نیست. حالا من اینجا برم داخل اون ول کنم. بفهمیم که داخل اینجا هیچ نیست و پس ما داخل خونه اوجلو رو که داخل کاتسین ها میفهمیم چجوری باید ببینیم. اصلا چجوری باید وارد کاتسین اوجلوگ بشیم. یعنی اگه شما روش که هست، من توی یکی از شورت ویدیوم اشاره کردم که پشت این خونه، در این خونه سویت و خونه رایدر برشه. البته من خونه رایدر برسی کردم. خونه سویت رو الان میریم داخلش رو اگه بشه ببینیم. اگه ما باز از همین روش بریم بالا اینجوری شد. اینجوری شد. چه اینجا هم سخت شد. آهان خب وقت شما اینجا بیاد ببینید که کلا اینجا خونه داشتون ظاهر میشه. حالا بخوام برگردم خونش برگردم سخته یکم این مود کار کردن. وارد خونه رایدر میشیم. اگه دقت کرده باشه تو کاتسین ها میبینیم که کلا خونه رایدر هستش. از پوستراش میفهمیم که چیزی خیلی جالبی هم هست. اینجا پوستر جی تی وای سیتی هم هست و این خونه اصلا نه هیچ لگ داره نه هیچ باگ داره. شما میتونید برگردید به همون بیرون. فقط من چجوری برگردم دوباره برگردم لس سانتوس. حالا خونه سویت هم از اون همون ور میتونید برید. حالا چیزی که این ماجرا رو عجیب میکنه، اگه ما داخل خونه سی جی بریم، چقدر دارم حرف میزنم، بریم دقیقاً از همین بالا بیایم اینو بزنیم، ببینیم ما میخوام بریم بالا دیگه. اینو میریم بالا و دقیقاً همینجا هست. اگه دقت کنید این خونه این میشه دقیقاً اینجا دیگه. دقیقاً اینجا نقشه است. هیچی اینجا نیست، هیچی. و اونم خونه سویته. هیچی اینجا نیست و اصلا عملا اینجا خالیه. اصلا ما یه کار میکنیم میریم جلوی همون خونه بیگ اسموک سنفیر ندستن لس سانتوس، بریم خونه بیگ اسموک. به شما نشونن که خونه بیگ اسموک هم داخلش خالی هستش. یعنی عملا تو کاتسین های چی نیستش. من باید یکم بگو داخل اینترنت رو بگردم، کسایی که خارجی ها و ایرانی هایی که بررسی کردم رو ببینم و بیایم به برقه خونش کدوم بود؟ خونش رو گم کردم. آینش برقه سگم بپردازیم. پس از این استرک چند روز خداحافظی میکنیم و از تحقیقات بسیار دوباره به این استرک سر میزنیم. دمتون گرم. برم کوچولو تحقیق کنم. خب برعکس من این تحقیقات رو زیادی کردم. وانتدم خاموش کنم پلیس ندارم. تحقیقات بسیاری که کردم. حالا ساختار بیگ اسموک میتونیم بریم داخلش. شما دقیقا باید برید به اینجا نقشه بازی. یه یوتیوبر ایرانی بود، حالا چندش رو صفحه میذارم، اگه دوستین سابسکرایبش کنید. اونجا رفت اونجا رو بررسی کرد. منم از این استرک با خبر شدم و الان قراره که با هم بریم بررسیش کنیم. خب اصلا بررسیش نکردم و نمیدونم حتی من اصلا میتونم با مود تلپورت و چه میدونم بیام اینجا وارد نقشه بشم، ولی نمیدونم کدوم از این خونه هاست و باید کجا وارد بشم. و الان مثلا مغازه زیرو چه میدونم داره، مثلا داره کلن چه میدونم فروشگاه زی 5 همه رو داره. هرچی بودی زنرس هست و همه رو
داره. بعضی شاید داشته باشه چون واسه بعضی شاید کشف نشه باشه. بررسی کردم از این ایستر که وقتی باخر شدم که شما دقیقا همینجا منو بازی کردم کلیک کردم دقیقا همینجا نقشه بازی بذاریم برسم تقریبا کلن اینو وقتی که فهمیدم 8 بیش از 7 مساوی. شما دقیقا باید اینجا دنبال مغازه‌ای بگردید. من مغازه رو دور برای اینجا باشه ببینم دقیقا باید همینجا باشه. 8 در توش بذارم بگردم. یه مغازه هست که شما میتونید وارد شید و شرط کنید سر اسب که میبره. فکر کنم اینه، فکر کنم بله رسید. دقیقا نکنش اینجا نقشه بازیه، یه سریع گمش نکنید. دقیقا نکنید اینجا نقشه بازیه. شما وارد شید. حالا ما کاری به شرط بستن اسبه و اینجور داستانا نداریم. دقیقا ما با همون مودی که ریختم تو بازیم یک کوچولو میرم بالا و حالا بذاریم من همونجا وایستم. پیدا کردنش خود اون داشت که بود خیلی سخت و من الان باید تقریبا همینجا برم عقب چی ببینم و دقیقاً بله رسیدیم داداشان گل. فهمیدم که دقیقا باید با همین انگلیش وارد شید و فقط میخوام که این خونه بیگ اسموکه پشمات ریخت. خدا وکیلی بگی پشمات ریخت. حالا یه چیز جالبتر، اگه شما وارد این خونه بشید وارد این خونه بشید کلن دقیقا این همون مرحله است، برای همون مرحله است که تو همون مرحله هاوس پارتی میتونیم ببینه که باید رفتیم چند تا بالاست و کم نگم دوستی رو بگیم. اوژیرا که اینجا داشت خوانندگی میکرد. حالا چیز عجیب چرا خونه دیگه اسموکه؟ بچه ها قرار بوده خونه اوجلوت از هم اول یه چیز دیگه باشه که من نمیدونم خونش بوده، ولی اینجا رو کلا حواستون باشه چون بعضی جاش جایز مثلا نکن از این تو رد میشه چه پنجره رد شاید دقیقا کنید دقیقا همون پنجره هاست. خونه بیگ اسموشه. اگه از این سگ خوشتون اومد میتونید حتما لاکش کنید. کلا پشمام بید. ولی میخوام یه کار کنم بذار دیگه جستجو کنم شاید چیز دیگه بیشتری دستگیرمون شه. نه ما که هنوز نمیدونیم چی آقا. رفتم یک هفته کامل کل یوتیوب فارسی و خارجی و آپارات فارسی و کلا گشتم و پشمام ریخت. کلا تونستم همینقدر چیز پیدا کنم و خود راکستار نمیخواست داخل خونه نام کنیم، ولی ما وارد این خونه شدیم. این خونه اصلا هیچ نه رامزی داره نه ایسترکی داره، فقط اینکه مخفی کردنش عجیبه برامون. و آره دیگه الان میخوام ببینم الان به کجا میرسم. اور دیگه چجر نجات رمز حالا چجر نجات بکشید. آره دیگه این هم بود از این ایسترک. خوشحال میشه قبل از هر چیزی این ویدیو حتما لایک کنید، کامنت بذارید، چنل رو سابسکرایبش کنید. از این ویدیو امروز به شدت استقبال کردید، دمتون گرم. الان نمیدونم کجا رفتیم. تا ویدیو بعد بدرود دوستان گل بلبل آقای خوشگل من رفیقای گلم. تا سری بعد خدا نگهدار.